سریع کار کن. یه ما هم بخی خسته کن نگم یه مای نو پیدا کنم. جان و مادر خود بچه تمام روز در موبایل مصر یک روز دو روز نه در موبایل مصر تمام روز یک وقت زن رو پیدا کنی بود نان از واره کی میتبخی برو وظیفه بر پیدا کن. برو نانا جان آخه گپ نزن سر ما. برو هر روز گپ بزنی چه راست برو مادر چرا برو بخی بمره کار پیدا کن نه موضوع بده و چرا کار مصرف خانه رو بیم پیدا کنیم بریم خالی کجا این ایفون اولادای مردم هم سعی کنم دلم خوش میشه از این اولادای ما سعی خیلی بیم من باید یک کار کنم و رضا میشم ما کار کردم میتونم. دوا آوردیم دوای جان دردی پای دردی کمر دردی سر دردی بینی دردی گوش نه چشم دردی گوش دردی گردن دردی کمر دردی پس شانه دردی تمام هزار دواست. نگویی که نگفته بودم. میلم تو درد کمر باشه دیوانه شدم تکنو والا دوا فروش اومده سو کزمی دوای کمر بیاین که از دوا مستفید شوین که باز ارمان نکنین بیاین الله دوا آورد دوا. علیکم خاله جان خوب هستی؟ خوب است؟ بیشی مادر جان بیشی مادر. چی تکلیف مادر جان؟ کمرم درد میکنه. پیش تو جای آمدی کمرت بسیار بشه. این شاخچه شفاست فهمیدی؟ این شاخچه که در کمرت خورد جور تیارستی بخیر. نه این تو دوا برات بطم که خودت بگی آفرین. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا ایره بگی بخیر تک و پدرست. بچه میستن چکن دفعه هم میزنن؟ نه مادر جان چی میگی تو در فرقت نزن. این سنگای عادی نیست. ایره بکن این یک دانش یک وقت بکن خوب یعنی میده کنش. این یک وقت بکن این دیگه وقت میده کن بخور این دیگه وقت میده کن بخور یعنی 6 دانه 2 روز میده کرده 3 وقت میخوری جور تیار میشی بخیر. بچه پیسش چند شد؟ پیسش برو مادر خیر اگه بشکو بگو دکن خب خیلی پیسش 300 روپیه میشه مادر. نه مراحت مکنم 2 سر برو خیرم مولا رو مورسی بگی امو 200 روپیه به کسی ایست برامون دارم. این از خاطره که قواره مادرم وارث فهمیدی از این خاطر من بگی دکان چادر تیره گیره که بشکو خیره مادر جون کال کمر درد میکنه که دران نندازی باش من گیره کنم برات چند کفش نفت خو سنگا بسیار قیمتی سنگاست ایره میده میکنی میخوری میده میکنی یاد نره میده میکنی میخوری برو مادر برو مادر جان برو بیا خیر ببینی بچه خیر ببینی تام خیر ببینی این پیسه الله دوا آورده دوای پای دردی جان دردی گلون دردی کمر دردی الله بخیر وقت دارین و بین بخیر مستفید جایی با نگاهی که نگفته بودی. بخی از دست بخی دیوانه شده یک دوا فروش دفعه تقیی با بله بریم بچه زمو بشه دوای پای دردی داشته باشه. الله دوا آورده دوای پای دردی جان دردی کمر دردی الله بخیر الله بگیرین بخیر بگیرین نگویی که نگفته بودی. الله بیاین بخیر بیا سلام کوکا خوب هستی؟ جان چور است؟ بیا اینجا یک بشی بیا برسو تگه بشی تکه کو دیگه صبر خیره چی تکلیف داری کوکا؟ خیره اینه این شاخچه شفاست حال دستی جور میشه اینه ساید دردم دیگه نشید
خب تو دوا برات بدم کاکا تو جای آمدی که خودت بگی آفرین اما تو دوا برات بدم تک پتر شما دیگه اینه باشه بعد چی جاتو میتم خب یعنی چیز است چی میگن ریشه باز است خب ریشه باز آسان نیست پیدا کننش یعنی برگای پر طاووس است خب برگ پر طاووس است خب اینی که میبینی کوکای خاک مرده است خاک مرده هم برات کم بندازم فهمیدی اینی چیز است او عرق مفلس است خب عرق مفلس یعنی عرق مفلس رو دیگه اندازم این دیگه میبینی این چیز است این شربت شفاست شربت شفا هم برات انداختم فهمیدی اینا رو کلش برو جوش بده ایره جوش بده گپ مرگوش که ایره جوش بده 3 وقت بخور فهمیدی یک شو زیاد نمیخوری که خرابت میکنه پیسه شکمش که پشنگر خیلی کاکا برو نمان ما باش پیسه از خودت کاکا سینی سر نپر ای کاکا دی جا نیستی دوا دی جا پیدا نمیشم از خارج آورده 200 برو بطه کاکا خیر اگه مشکل گل سو بس کنی اصلاف اطراف پینجاییست کاکا پینجاییست این یک پینجایی ای دوتا سیست سه تا زیاد نمیشد 3 تا شد 4 تا شد یعنی کاکا 4 دانه شد سیک خو یعنی 1 دانه 2 دانه 3 دانه 4 دانه که نگو یک وقت سر ما دعوا نکنی که پیسه من زیاد گرفتی 4 دانش 200 خب بخی زانم بخی اوارت نکنی کاکا بخی من کمکت میکنم جور تیار میشی بخی دیگه سوته باش که من پایت چند دانه شاخچه شفاره بزنم برو بخی جور شدی جور میشی بخیر بخو با طبیعتت سم میشه تو جور شدی که خودت بگی آفرین برو بخیر برو یه نکارم ما صحیح شد تو فکر کنه منو میگه کار نمیتونی نکار ببین حالا دوا آوردیم دوای جان دردی پای دردیش کمر دردی سر دردی بینی دردی چشم دردی تمام رازار دواست نگویی که نگفته بودی حالا بیاین بخیر بگیرین حالا کاکا پیش از زبون رو تگلیدی؟ این جات کنی راری مکمر نداری بربست نگار این دوتک رو بخو من خوردم میخوای کمر بچه به گردان از کار انداخته بچه تو چی بگی بچه تو چی بگی بابا می فوتبال پیشش دوا گرفتم بچه بابا سبزه خیلیه رو داده بود بابا برای تکان و گمو که گشته میتونه سال بچه میخیره جای افتاده بید گشته من میتونه بیا که بریم بدون بخی که بریم بیا حالا دوا آورده دوای کمر دردی پای دردی جان دردی نگویی که نگفته بودی نگویی چرا خاله جان مورد پای انداختی من گرده انداخت چی میگی خاله از پیش کنه کسی دوا گرفته باشه پیش مخنه چی میگی به دوای تک و پترس چطور نکشتی تو رو وی باش حالا بگرس